بس اومدیم با یه ویدیو دیگه. سپرکرافت هستم بچه. اگه مشاهده کردید ویدیوی قبلی ها، ما به فنا رفتیم. قبل از 10 دقیقه نرسیدم دور کدو نوشتم و الان هم میرم ادامه کدو بنویسم. بچه ها میشی داشراغ میمونه، داشراغ اگه بشناسید. من نمیدونم، خیلی عاشق داشراغ شدم. داشراغ میمونه. بریم بعدی. خب اوکی. الان باید کدایی که نوشتیم تیغه یک وقتی به همون میخوره یا همون اسپایک از جونمون کم بشه. بچه ببینید ما پیشرفت کردیم، بالامون جونه. ما تازه رو بودیم هنوز، الان جون دار شد. الان سکه ها رو میخوره. جونم کم شد. وای من الان میکشه. مردی که من چجوری الان برم تو ادامه بازی؟ هنوز کدشون ننوشتم فکر کنم. آره بچه هنوز کدشون ننوشتم. خب میریم بالای ادامه تکلیف. بچه به فنا میریم. بدونید به فنا میریم. بله. خب الان یه این کد برای درجه پسر بداریم. بچه یه لحظه اضافه کنید تا شماره هم بچه با همون دراجی و باید اضافه کنیم. منو گفتم آخه اصلا این کد به اون کد نمیخونم. مردک زیمون قالا آرم زیفون. بچه ها وقت نداریم، داریم به چخ میریم. چه خوب ساختم. بچه ها ما وقت نداریم، داریم به چخ میریم. ما آرم. خب میخوام بریم سریع. آرم نه نیم روم گیت نو خب بعدی وریر وای بچه ها نمیدونی سر این وریر من گیریم در اومد. اینقدر نوشتیم وریر من اصلا این کلمه تو مخم حک شد به خدا. یعنی میرم وریر استرینگ کپی اینا وریر دهن آدم رو سرویس میکنه. بعدشم میاد الان خطا فکر نکنید میگه اشتباه نوشتید و اینا. برای هشدارم نه که چی بگه بابا، یه چرت و پرته، ولش کنید. فقط هر خطی که به جز رنگ آبی بود حتما اشتباه نوشتید. بچه های گل و زیبا ندیدم بدون، ولی همینجا دارم زیبا چون همه دون گلید. دراست درست کانتر به خدا نوشته کانتر. color C black
من نوشتم درا، انقدر من نوشتم درا چیز دراست کاسون دیگه ولشون. خب بچه ما چند درست ببین من الان کد نوشتم شد 5 دقیقه. الان واقعا خوب گذشت زمانش، واقعا خوب گذشته. مشکل دفعه دهنمون رو صاف نکرد، ما ازش متشکریم. 883 ما باید توی ویدیو همون مؤدب باشیم. بله داشت ما گنگه مولا پس شما چی فکر کن؟ اینو میزنیم و اینو میزنیم یه به اضافه آرهن نام همین. خب اضافه کردن استانی شما رو باشه برسیم یک تایمر 20 ثانیه برای ایونت کریت پسر. تایمر ماکس این ماکس و دیگه هم. خب ایونت در ایونت استپ بنویسیم. استپ رو بیار داداش. سی فکر کرد داشت، سی فکر کرد. تو بگو اصلا خودت سی مثل داشاق میمونه. بچه مطمئنم فهمیدید که من از ویدیوهای قبلی خوب بودم. الان یه چیز زده به سرم چون که مثل داشاق میمونه. RM دوز خب بازم کد زیاد داریم که اونم میخواد دهنمون. بابا چجوری 8 دقیقه شد به همین؟ نه ایونت. خب الان این نگفتم من اینو کجا بنویسم. تقسیم به 60 میکنه تا زمان که بچه کدش واقعا خیلی فکر کنم بسه چون همه ویدیوها رو 10 دقیقه گرفتیم. بچه امیدوارم از این ویدیو خوشت اومد باشه. تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار.